گلهای تازه، برنامه شماره 181 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی و فرامرز پایبخت. اشعار از مولوی، کیش درآمد، تصنیف و رنگ سگا از فرامرز پایبخت. گوینده فخری میرزا. صدا برداران زهره ظرفام و حسن عسکری. نشانی هاست در چشمش، نشانش کن، نشانش کن. ز من بشنو که وقت آمد، کشانش کن، کشانش کن. برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب. بیا حاسد اگر مردی، نهانش کن، نهانش کن. از این نکته منم در خون، خدا داند که چونم چون. بیا ای جان روزافزون، بیانش کن، بیانش کن.
نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن ز من بشنو که وقت آمد ز من بشنو که وقت آمد که شانش کن که شانش کن یا ز من بشنو که وقت آمد که شانش کن که شانش کن برآمد آفتاب جان فزون از مشرق و مغرب بیا حسین اگر مردی نهانش کن نهانش
از این نکته منم در خون خدا داند که چونم چون بیا ای جان روز افزون بیانش کن بیانش کن بیانش کن بیان ایانش بود مامد زیانش سود مامد اگر تو سود جان خواهی زیانش کن زیانش کن
نشانی هاست در چشمش نشانش کن نشانش کن ز من بشنو ز من بشنو که وقت آمد کشانش کن کشانش کن کشانش کن کشانش حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو وندر دل آتش درآ پروانه شو پروانه شو هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو رها کن عاشقا حیلت رها کن عاشقا
شد دیوانه شد دیوانه شد دیوانه شد من در دل آتش درآ من در دل آتش درآ پروانه شد پروانه شد پروانه شد پروانه شد خانه را ویرانه کن آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو باید که جمله جان شوی تانای دل جان شوی گر سوی مستان می مستانه شو مستانه شو مستانه شو مستانه شو جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما پانی شد چون عاشقان افسانه شد افسانه شد افسانه شد افسانه شد
شنیدید گلهای تازه شماره 181 بود که با آواز عبدالوهاب شهیدی، سنتور فرامرز پایور و با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر در سگاه اجرا شد.